یکی کامنتی گذاشته بود گفت اگه داخل نوشابه قرص جوشان بریزی سفید میشه. مگه میشه؟ مگه داریم؟ بیایم بریم با هم تستش کنیم. نوشابه‌مون رو میاریم و قرص جوشان خارجی هم هست. اینم بطری واسه اینکه اینا رو ترکیب کنیم با هم. چون من قرص جوشانو که 100% تو این بطری به این گندگی نمیندازم. نوشابه رو ریختیم توی بطری. قرص جوشان برمیداریم. یکی بسشه نه؟ این قرص جوشان رو بندازیم توی. رد نمیشه من اینو نصفش میکنم. تکونش میدیم. لایکو بکوب تا ببینیم نتیجه چی میشه. بذاریم بهش زمان بدیم قرص جوشانه حل بشه. لایک و ساب یادتون نره. اگه شما هم دوست دارین ایده عجیب و غریبی براتون تست کنم حتما برام تو کامنت ها بنویسین. و این نوشابه‌مون هم که سفید نشد. بچه این ایده کار نمیکنه.